عالی تاجیکستان روز 17 ایون پدپالکوونیک و یک سرباز قطاری قسم 0203 قشونهای سرحدی تاجیکستان مستقر در دیدبانگاه سرحدی سرزم در مرز با ناحیه ارگوت ولایت سمرقند را برای کشتار یک سرباز قطاری محکوم به زندان کرد. دادگاه پدپالکوونیک آیا محمد فردوس سمدویچ را بر اساس قسم سوم ماده 391 کودکس جنایتی تاجیکستان در بیعملی که باعث مرگ انسان شده است و سرباز قطاری بیکمتوف الهامجان محمد امینویچ را بر اساس قسم سوم ماده 110 و قسم دوم ماده 373 در رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که از بی احتیاطی سبب مرگ انسان شده است و پایمال کردن آیین‌نامه خدمتی حربی گناهکار شناخته پدپالکوونیک را به 9 سال زندان و بیکمتوف را به 20 سال زندان محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت بر اساس خلاصه تفتیشات پدپالکوونیک اویا محمدوف هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی همچون شخص منصبدار بی‌فعالیتی و بی‌عملی نشان داده است. از این حالت سرباز قطاری بیکمتوف استفاده کرده دوام فوریه سال 2021 ساعت 19:20 در نزد حاجتخانه دیدبانگاه سرحدی رقم 4 سرزم قسم حربی ذکر شده سرباز قطاری علیف را دشنام و حقارت کرده قصداً با دستانش به قفس سینه و قسمت گردنش ضربه زده است. در نتیجه علیف جراحات وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین بنابر نارسایی شدید کار دل، رگ‌های خونگرد و نفسکشی وفات کرده است.